با عرض سلام و کمال میل شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را برایتان تقدیم می کنم. حالا دقت دهید به نامگوی موضوعهای امروزه. تاریخ، کشتارهای بیرحمانه و انتقام جویانه حکومت امام علی الرحمن علیه مردم بیگناه. تاجیکستان حزب الله شاولی زاده را آزاد کردنی نیست. یوسف رحمان گفت قرار دادگاه اوستریا در تاجیکستان عمل نمی کند. جنایت های بهرام عنایت زاده به تولد کنی سر کردند. آشوب مهاجران در روسیه. تماشابینان گرامی شبکه پیام تیوی، امروز درباره یک داغ در پیشانی حکومت کنونی حرف میزنیم که دست اندر کاران این داغ رئیس جمهور و سابق فرانت خلقی است. اصلا یادآور شدن این داغ‌ها شخصاً برای من ننگ است. این توی منها عاقبت خیر ندارد. ما همیشه به همین نظر بودیم که بدکاران و بدگویان مربی ما نیستند و نباید ما از این حکومت فجکار پیروی کرده در جواب بدگویی کنیم. ولی بالاخره به نتیجه رسیدیم که آنها با دروغگویی و تهمت و بهتان تمام ملت را فریب داده ایستادند. در چشم ملت صدها نخبگان ملت را بد نشان داده خود را موسیچه بیگناه وانمود میکنند. اما ما باید واقعیت تاریخ، واقعیت حال را گپ زنیم. واقعیت را گفتن از بدگویی و تهمت و بهتان فرق دارد. مگر همینطور نه؟ ما هم به همین نتیجه رسیدیم که در برابر سیاه کردن ملت، سیاه نشان دادن نخبگان ملت خاموش بودن صلاح کار نیست. اکنون یگان کم کم صحیفه تاریخ را ورق زده واقعیت را حرف میزنیم. هر کی به گفته ما ملاحظه پیدا کرد لطفاً نویسد. حتما اصلاح میکنیم و در برنامه‌های بعدی در این باره گپ میزنیم. حالا به اصل مقصد برمیگردیم و موضوع اساسی برنامه امروز را شروع میکنیم. دو سازمان با نفوذ بین المللی که هر یک حرف خود را با مسئولیت سنجیده میزنند، هیومن رایتس واچ، دیدبان حقوق بشر و دیدبان هلسینکی، در سال 1994 ضمن یک گزارش خود گفته بودند که حکومت امام علی الرحمن همان سالها کشتارهای بیرحمانه و انتقام جویانه علیه مردم بیگناه به راه مانده بود. این هم در حالی که امام علی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت‌های اخیرش میگوید مخالفین تاجیک به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سببگار شروع جنگ شهروندی و کشتارهای بیرحمانه بودند. اما گزارش‌های سازمان‌های بین المللی و حالدانان خارجی و داخلی حکومت با رهبری امام علی الرحمن و فرانت خلقی را در علنگه دادن جنگ شهروندی و کشتارهای دست جمعی عیبدار می‌کنند. امام علی الرحمن روز 26 ایون سال 2020 ماه گذشته به مناسبت روز وحدت ملی گفت جنگ تحمیلی شهروندی که با گناه عظیم رهبران حزب ملت کش، یعنی سابق حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت و خواجگان خارجی آنها، یعنی خائنان و دشمنان ملت تاجیک و دولت تازه استقلال تاجیکان رخ داد، باعثی به هلاکت رسیدن بیش از 150,000 نفر شهروندان تاجیکستان گردید. نگاه کنید. جنگ شهروندی از سال 1992 تا سال 1997 بود. در همین شب و روز از سال 1992 تا سال 1997 مخالفین اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک در مهاجرت بودند. از خاک وطن بیرون بودند اکثریتشان.
در داخل اینها از پیوندان، از نفران دیگراندیش که نتوانسته بودند به غربت مهاجرت کنند، اینها یک یک از دمی تیغ گذراندند. وقتی که مخالفین در مهاجرتند، بیرون از خاک وطنند، از سال 1992 تا سال 1997 دوام 5 سال کشنده این 150,000 مردم قربان شده که می شود؟ جوابش را خودتان میدونید. و همچنین هر انسان بی‌طرف اگر شواهد و مدرک های آن سالها و گزارش های سازمان های بین المللی و حالدانان و کارشناسان خارجی و داخلی آیید حادثه های سالی 90 را ورق زند، خواهد فهمید که نه تنها این ادعاهای امام علی الرحمن و ماشین تبلیغاتی حکومت به اساس و دروغ هستند، بلکه خود حکومت با رهبری امام علی الرحمن چنین جنایت ها را مرتکب شده‌اند. به طور مثال همین دو سازمان با نفوذ بین المللی، دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ و دیدبان هلسینکی، در سال 1994 در گزارش مشترک حادثه های سالهای 1992 را بررسی کرده می نویسند: پس از پیروزی حکومت در جنگ داخلی علیه اتحاد عبارت از حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تاجیکستان به یک منطقه فاجعه بار حقوق بشر تبدیل شد. از اولهای ماه دکبر سال 1992 تا فوریه سال 1993 حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی الرحمن یک حمله فوق العاده بی‌رحمانه و انتقام جویانه علیه افرادی را به راه انداخت که به نظر حکومت این افراد از اتحاد مخالفین عبارت از حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به مدت 6 ماه حکومت مراسای ملی را پیش بردند پشتیبانی کرده بودند. این گزارش سپس در مورد فشار و تعقیب و قتل ها که علیه مردم گریزه دیگر منطقه ها در قرغان تپه از طرف فرانت خلقی صورت گرفته بود چنین آمده است: در بهار و تابستان یعنی سال 1993 مهاجران و گریزه ها به خانه هایشان برگشتند، ولی مورد اذیت، لط و کوب ها و قتل های بیرحمانه قرار گرفتند. بیچاره مردم از غربت برگشته را اینها به کشتن آورده رساندند. دیدبان حقوق بشر و دیدبان هلسینکی در ادامه می نویسند: گروه های شبه نظامی طرفدار حکومت روز 10 دکبر سال 1992 وارد دوشنبه شدند. فرانت خلقی، ارتش اصلی طرفدار حکومت در جنگ شهروندی، یک حمله اعدام ها و ناپدید شدن ها علیه مردم پامری و غرمی را شروع کرده بیش از 300 نفر را کشتند و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. تا حال آنها نام و نشان ندارند. بر اساس گفته های شاهدان که از طرف سازمان حقوق بشری مستقر در مسکو مموریال و سازمان دیدبان هلسینکی مصاحبه شدند، شبه نظامیان فرانت خلقی و دیگر نیروهای طرفدار حکومت اتوبوس ها و پایست ها و همچنین مردم را در راه ها منع می کردند و نیروهای در فرودگاه دوشنبه برای تحقیق دکومنت های مسافران مستقر شده بودند. در بسیار موردها وقتی هویت آنها آشکار می شد که غرمی هستند یا پامری، کشته می شدند و یا بدون یگان تحقیق بازداشت و به جایهای نامعلوم برده می شدند و دیگر از آنها نام و نشان دیدن نمی شد. قبرهای عمومی با داشتن 20 یا 30 جسد در مناطق مختلف در داخل و اطراف دوشنبه پیدا شدند. کسانی که از این تاریخ آگاه هستید، در همان شب و روز زندگی کرده هستید، مگر ما دروغ میگوییم؟
در همین گزارش آمده است که حکومت هیچ تلاش برای تحقیق در مورد اعدام‌های بی محاکمه در قشلاق‌های سوبولک و قرقیزان انجام نداد و هیچگاه اعتراف نکرد که فرانت خلقی علیه مردم دیگر منطقه ها قتل‌های عام انجام داده است. دیدبان حقوق بشر و دیدبان هلسینکی در ادامه گزارش مشترک خود می‌نویسند که حکومت بجای تلاش برای مجازات همه طرف‌های جنایتکار در طول جنگ داخلی حداقل 19 نفر شخصیت‌ها که از مخالفین حمایت کرده بودند زندانی کرد. در بین زندانیان مذکور 4 نفر از روزنامه‌نگاران تلویزیون بودند که برخی از آنها در بازداشتگاه مورد لط و کوب و دشنام قرار گرفتند و متهم به تحریک و پخش تبلیغات برای سرنگونی حکومت شدند. این است پاره از گزارش مشترک دو سازمان معتبر بین المللی در مورد حادثه های سالهای 90 که قتل های عام و اعدام های خودسرانه و نقض شدید حقوق بشر علیه مردم بیگناه از طرف فرانت خلقی و حکومت بر رهبری امام علی الرحمن صورت گرفته بود. چنانه که در یک مطلب سامانه اخبار آمده است، بنا به حساب ها تقریبا 90% قربانیان جنگ شهروندی تاجیکستان نه در جبهه جنگ بلکه در عملیات های پاککاری یعنی اچیستکه قتل عام شدند. این اچیستکه ها را در مناطق تصرف کرده اشان اساساً جنگیان فرانت خلقی انجام میدادند. همچنین حکومت بر رهبری امام علی الرحمن طرفی بود که در قتل روشنفکران، ضیائیان، روزنامه‌نگاران و صدها فرزانگان ملت دست دارد. برای همین است که حکومت تاجیکستان از سال 1992 تا کنون دوام 28 سال در مورد کشتارها، قتل‌های دست جمعانه، عدد کشته شدگان و در عموم حقیقت‌های حادثه‌های سالهای 90 کار نکرده است، زیرا می‌داند که همه گونه معلومات بیشتر عایدی حادثه‌های آن روزگار بر ضرری خودش تمام می شود. اکنون نوبت گزارش مختصری خبرهای روز. خدمت شما همکارم صفیه. دادستانی کلی تاجیکستان قراری دادگاهی австрия را که استرداد یک پناهجوی تاجیک را غیرقانونی نامید، کاری داخلی آنها گفت و افزود آن در تاجیکستان عمل نمی کند. هفته پیش دادگاه فدرالی австрия اخراج پناهجوی 29 ساله تاجیک حزبالله شاولیزاده را از وینا به دوشنبه غیرقانونی دانسته و برقرار کردن حق ورودی او به این کشور اروپایی حکم برآورده است. حزبالله شاولیزاده 4 مارس امسال از австрия استرداد شد و 12 ایون در تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 14 ایول در نشست خبری گفت شاولیزاده در اساس دلیل‌های جمع‌آورده پرونده جنایتی و در اساس کردارهای غیرقانونی خود در داخل تاجیکستان به جوابگری کشیده شد. بنابر قرار دادگاه австрия که روز 7 ایول صادر شد، رد شدن درخواست پناهندگی و اجازه اخراج شاولیزاده با قانون شکنی‌ها صورت گرفته است. از جمله به او حق و مهلت خروج اختیاری داده نشده، هنگام بیرون کردن به معلومات کهنه راجع به وضع تاجیکستان تکیه شده است. دادگاه هنگام صادر کردن حکم آخر دلیل‌های وکیل مدافع شاولیزاده دکتر گریگور کلامر را پذیرفته است که به نبودن عدالت دادگاهی در تاجیکستان، تعقیب منتقدان حکومت، شکنجه و فساد در نهادهای حفظ حقوق و پیگرد مخالفان حکومت تاکید کرده است. دادگاه در قرار خود حکومت австрия را وظیفه‌دار کرده است که بازگشت شاولیزاده را تأمین کند. شاولیزاده 29 ساله قبلا به مقامات австрия برای گرفتن حق پناهندگی مراجعت کرده بود ولی درخواستش رد شد. وی پیش از اخراج به تاجیکستان 2 ماه را در بازداشتگاه در وینا گذراند. به سابق رئیس شهر کولاب بهرام عنایت‌زاده که به گمان دست داشتن در جنایت‌های کورپسیونی حبس شد،
باز با یک ماده کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان معاملات غیرقانونی با قطعه زمین عیبنامه نو پیشنهاد شد. در این باره ضمن نشست خبری امروزه پروکورور گنرالی یوسف رحمان خبر داد. پروکورور گنرالی جمهوری آوازه‌های با دستور عنایت زاده به فروش گذاشته شدن کمک بشردوستانه به شهر وارد شده از جمله محصولات خوراکواری و مواد طبی را رد کرد. اما از شرح قضیه یوسف رحمان خودداری کرد. با گفته او طول 6 ماه سال روان مقامات پروکراتور نسبت زیاده از 600 قرار رئیسان شهر و نواحی در مورد غیرقانونی جدا کردن قطعه زمین به اهالی اعتراض آورده است. گفته شد که نسبت زیاده از 3200 نفر منصبداران از روی دلیل معاملات غیرقانونی در جدا گردیدن قطعه زمین پرونده‌های مأموری و 512 پرونده جنایتی باز شد. ضمناً ذکر شد که حدود 6300 هکتار زمین به نفع دولت برگردانیده شده است. در محل ساختمان کارخانه کارکردی گاز در ولایت اموری روسیه ده‌ها مهاجر تاجیک و ازبک روز 13 ایول آشوب برداشتند. مهاجران سبب خشم و اعتراض خود را به کم پرداخت شدن معاش ربط دادند. مسئولان شرکت میگویند مهاجران از 15 تا 20 روز در کرانتین بودند و کار نکردند. از این رو معاششان پورا پرداخت نشد. پیمانکار اساسی ساختمان کارخانه کارکردی گازی گازپروم شرکت ترکی رنسانس هیوی اینداستریز بوده است. در این باره رادیوی آزادی خبر داده با تکیه به نوارهایی که دسترسی این رسانه شده است نوشت که مهاجران اول یک ماشین را چپه کرده و بعداً آشخانه و چند بینای موقع مأموری و جهاز خوابگاه را تگرو نمودند. در این باره رادیوی آزادی خبر داده با تکیه به نوارهایی که دسترسی این رسانه شده است نوشت که مهاجران اول یک ماشین را چپه کرده و بعداً آشخانه و چند بینای موقتی مأموری و جهاز خوابگاه را تگرو نمودند. صحنه‌های سنگ‌اندازی و شکستن تریزه خوابگاه نیز دیده می شود. بنا به نقل منبع رسانه مهاجران وابسته به کار و تخصص در این ساختمان ماهی از 40 تا 50 هزار روبل معاش می گرفتند ولی کاردهنده ماهی گذشته به آنها 18 هزار روبلی داده است. چند روز نقشه کشیده بودند که همین خیل کار می کنند. امروز زدند و همه جای را ویران کردند. نه مغازه ماند و نه اداره و نه آشخانه، همه را ویران کردند. نمایندگان شرکت رنسانس هیوی اینداستریز گفتند کم پرداخت شدن معاش کارمندان چند سبب دارد. یک سبب کم پرداخت شدن معاش قسمی از کارگران این است که ماه ایون تقریباً از 15 تا 20 روز کار نکردند و در کرانتین نگه داشته می شدند. به قول این نماینده شرکت شرطنامه با مهاجران با اصول کاربای بسته شده است و اگر کار اجرا نشد معاش نیز نمی شود. اما مهاجران ادعا دارند با وجود آنکه کار تعطیل و کرانتین جاری شده بود کاردهنده وعده داده بود معاش را پوره می دهد. تکیه مهاجران به فرمان رئیس جمهوری روسیه است که گفته بود نوابسته به کرانتین کاردهندگان باید معاش کارگران را دهند. تماشابینان ارجمند، همه روزه به شبکه یوتیوبی ما با حساب میانه تا 200 نفر آبونه می شود. شما نیز از قطار نمانید. به شبکه ما آبونه شده از مهمترین مسئله های داغ روز و خبر و رویدادها باخبر شوید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. برنامه‌های دیگر ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. با همین به شما شب بخیر میگویم. با دعای امنیت و فیض و برکت در خاندان یکایک شما و امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net